بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. به صالح حق بفرمایید. میخوام صحبت بکنم رو خطم، رو آنتنم یا شما رو خطید، رو آنتنید، دارید صحبت میکنید، بفرمایید. خسته نباشید. آقای انصاری دیگه بله بفرمایید برادر عزیز. عرضم حضور شما که من یک سوالی رو پرسیدم به جواب نرسیدم از افراد دیگه. حالا انشالله که شما بتونید جواب منو بدید ممنون میشم. بفرمایید. در ارتباط با همه چیزی که ما، هر کاری که ما انجام میدیم، یا باید سنت باشه یا باید در قرآن باشه، وگرنه میشه بدعت. درسته؟ درسته. بله. جریان سقیفه که یک عده‌ای دور هم نشستند و انتخاب خلیفه کردند، این رو بر اساس چه سنتی؟ چون در قرآن که انتخاب خلیفه نیومده، همونجور که خودتون فرمودید. آیا پیامبر همچین توصیه داشته بود که بعد از من امت بشینن و خلیفه انتخاب بکنن؟ که همچین روایتی هم ما نداریم. خود این فعل رو ما میتونیم بگیم یک نوع بدعته؟ نه، چرا بدعته؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید و امرهم شورا بینهم. سران مهاجرین و انصار اونجا جمع شده بودن، شورا کردن و انتخاب کردن سیدنا ابوبکر. بله، ببینید اونی که شما میفرمایید و امرهم شورا بینهم در تمام امورهای تجاری زندگی هستش. آیا انتخاب خلیفه مثل یعنی فقط یک چیزی بود که در ارتباط با شورا انجام بشه، یا نه این به همه چیزا صدق میکنه؟ نه، امر خلافت امر شوراست. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نامه 6 نهج البلاغه در این مورد صراحت دارن که قضیه خلافت قضیه شوراست و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بر اساس به اصطلاح اکثریت شورا تعیین شدن. دو تا مسئله اتفاق میفته. آیا در این شورا تمام کسانی که میخوان از این جلسه مثلا منفعت ببرن و خلیفه انتخاب بکنن، نه که انتخاب بشن، بالاخره یک نفر رهبر میشه. بله. آیا تمام افراد باید حاضر باشن؟ مثلا سلمان، مقداد؟ نه، امکان نداره که همه حاضر باشن. امکان نداره که همه حاضر باشن. خب بعد کسانی که حاضر نباشن بازم باید تبعیت بکنن. یه مثال عرض میکنم من. بله. ما میخوایم یه مسافرتی بریم، هوا خرابه، میگن یه عده میگن با قطار، یه عده میگن با ماشین، و بالاخره به نتیجه میرسیم با قطار میریم. اما در این جلسه کسانی تشریف ندارن. درست. و ممکن اونها با ماشین حرکت بکنن. آیا چون اونها در این جلسه نبودن که همین چیزی نشنیدن بله. و خلاف بقیه عمل میکنن، آیا این خلاف عمل کردن در واقع با اونها مخالفت کردن یا نه اونها به روش خودشون عمل کردن؟ ببینید الله بله، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نامه 6 نهج البلاغه میفرمایند که انما الشورى للمهاجرین والانصار. شورا از آن مهاجرین و انصار است. فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان في ذلك لله رضا. اگر که جمع شدن و بر یک شخصی به اصطلاح اتفاق رأی پیدا کردن، در این امر رضای الله سبحانه و تعالی است. پس سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شورا رو در بین مهاجرین و انصار قرار دادن. خب برای تمام خلفا شورا انجام شد؟ نه، برای خلیفه اول در مورد خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شورا اجرا شد. در مورد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه بر اساس مشوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با سران مهاجرین و انصار ایشون به عنوان خلیفه تعیین شدند. و وقتی که اهل حل و عقد باشند نیازی به این نیست که نظر همه مردم گرفته بشه. خب یعنی مردمی که در این شورا هیچ دخالتی نداشتن، هیچ اظهار نظری نکردند،
باید متبعیت بکنن و اگر تبعیت نکنن در واقع از دایره اسلام خارج میشن دیگه، درست؟ نه خیر، خارج نمیشن. کسایی که تبعیت نکنن از دایره اسلام خارج نمیشن، منتها اونا عاصی و به اصطلاح خارج از جماعت مسلمان ها عمل کردن. ببینید سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد این پرسش شما خیلی جواب جالب میده. میگه که فإن اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلك لله رضا. اگر که جمع شدن و مردی را به عنوان امام خودشون، امیر خودشون تعیین کردن، در این امر رضای الله سبحانه و تعالی است. فإن خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعت. اگر کسی از این امر ایشان با بدعت یا با طعن وارد کردن در شخص خلیفه یا امیر خارج شد، ردوه الی ما خرج منه، اونو برمیگردونن به امر رشد، به اطاعت از امیر. فإن ابى، اگر که این شخص اومد مقابله کرد، اومد مخالفت کرد، قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین، با هم می جنگن به خاطر اینکه راه غیر از راه مؤمنین رو انتخاب کرده. و والله الله ما تولا. جناب آقای انصاری، جانب. اینی که شما فرمودید از بیانات امیرالمومنین حضرت علی علیه السلامه و بله. همونطور که می‌دونید وقتی صحبت از سنت میشه در ابتدا سنت خود رسول الله صلی الله علیه و ما وقتی که عزیز دلم، من آیه که گفتم دیگه قضیه سنت تمام میشه. ما وقتی که آیه قرآن مطرح شد ما به سنت کاری نداریم و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این نامه رو به خاطر این خوندم که شما متوجه این بشید که ایشون به شورا. من فهمیدم اگر به استناد آیه هست برای خلیفه دوم، سوم، چهارم و تا ابد باید به این آیه استناد بشه. یعنی شما میفرمایید که اون آیه برای خلیفه اول درسته و در بقیه در واقع این خلفا میشینن یا سران میشینن با هم مشورت میکنن و در واقع این رو اجتهاد کردن. عزیزم شاید من نتونستم که به شما برسونم مطلب رو به شکل صحیح. انما الشورى للمهاجرین و الانصار که ذکر میکنه سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، منظور از سران مهاجرین و انصار هست، کسانی که اهل حل و عقد هستند. مثلا شما در ایران وقتی کسی میخواد رهبرتون رو تعیین بکنه، شما میرید تک تک مردم رو خونه خونه، هر پیرزن پیرمردی رو میپرسید که آقا ما خامنه‌ای رو میخوایم رهبر تعیین بکنیم، شما موافقید یا نه؟ نه، شما مجلس خبرگان رهبری دارید، این مجلس میاد چطور جنگ نمی کنن؟ شما روز صبح تا شب داد میزنید مرگ بر ضد ولایت فقیه. کسی که ولایت فقیه خامنه ای رو قبول نداره اعدامش میکنید. در سال 68 در زندانها صدها نفر رو اعدام کردید، تا الان هم دارید اعدام میکنید، هر روزم شعار میدید مرگ بر ضد ولایت فقیه. آقای انصاری عزیز، شما داعیه مذاکره صلح‌آمیز هستید و خواهش میکنم که از مسیر خارج نشید. شما دارید از مسیر خارج میشید. من مطلبی که بیان کردم در توضیح همون آیه‌ای بود که خدمت شما عرض کردم. بازم من از شما ممنونم که پاسخ من دادید. التماس دعا دارم. زنده باشید. خدا نگهدارتون.